سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو اومدم که بهتون یاد بدم که چجوری مثلا توی اولین بازی که اون میخواستید بیاید تو بازی یه دونه اسم انتخاب کردید و میخواید عوض کنید، چجوری عوض کنید در ای فوتبال 26. جهت خرید این اکانت 800,000 تومنه. اگر میخواید تو کامنت ها برام بنویسید که میخوام. خب بریم برای آموزش. خب اول از همه میزنید روی این. بعد از اینکه زدید میتونید اینو میزنید این و میتونید برید اسمتون رو مثلا تعویض کنید. میتونید اسمتون رو تعویض کنید. خب من تعویض نمی‌کنم. اینجا میتونید عوض کنید. مرسی که تا آخر ویدیو همراهم بودید. فعلا خدا.